سلام دوستان، با کانال نکاتاب خوش آمده. همیشه باستانشناسان یا دانشمندان در کافتوکاوی نوآوری درباره تاریخی گذشته زمین هستند و همیشه یک نوگانی پیدا میکنند. اما جالبش این است که این کشفیات باستانی به طور ناخواسته و به کافتوکاو یافت میشوند. در این ویدیو بعضی از این جسم‌های باستانی را که به طور ناخواسته پیدا شده‌اند را میبینیم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و برای دلگرمی ما لایک ماندن را فراموش نکنید. тамошобиёни гиромӣ, агар шумо варзиша сарфаҳм равен, агар шумо мухлиси футбол ё ки ҷанг ё ки ягон намуди дигар намуди варзишҳоро бошен, шумо на танҳо аз тамошои онҳо ҳаловат мебарем, балки боз шумо дар ҷангҳои онҳо метавонед, дар муҳорибаҳои онҳо метавонед пул кор кунед. Барои ин кора кардан шумо бояд дар ширкати 1x даромада ба ссилкаи дар зери ҳамин видео буда закрепит кардаги даромада регистратсия кунед. Дар вақти регистратсия пурра гузарен ва инчунин промокоди мекара истифода баред ва барои ин кор шумода 5000 рубл барои депозити аввал бонус дода мешавад бе пул, яъне шумо медорен истифода мебарен. маълумоти бештар дар комментария закрепит карда шудагед. کارخانه مومیاسازی مصر، ساختمانچیانی که در نزدیکی هرم اونوس در شهر منقس در مصر قدیم زمین را میکندند و طور ناخواسته یک چیزی کمیاب و خیلی خاص را پیدا کردند. آنها یک کارخانه مومیاسازی که 2500 سال عمر داشت را کشف کردند. این کارخانه برای تیار کردن جسدها و مومیا کردن آنها کار میکرده است و وسیله‌های مخصوص برای مومیا کردن در آن پیدا شده است. این کارگاه از سالهای 664 تا 406 قبل از میلاد کار میکرده است و باستانشناسان امیدوارند که با واسطه این کارخانه راه و روش‌های مومیا کردن را در آخرهای مصری باستان یاد میگیرند. رمضان حسین که لیدر این مأموریت است به خبرنگاران گفته است که این کارگاه مومیاسازی یک معدن گنج اطلاعات به حساب میرود و با استفاده از این یافته دانشمندان ماده یا روغن‌هایی را که برای مومیا کردن از آن استفاده می‌برند را بیشتر می‌شناسند. اینجا مسکه‌های گوناگون از جمله مسکه‌های نقره‌گی را که مخصوصاً ملاهای مصری آن را استفاده می‌کردند را نیز کشف کردند. همچنین کوزه‌های کلانی را یافتند که در آن زمان عضوهای درونی جسد را از بدن برآورده در داخل این کوزه‌ها می‌گذاشتند. دختر در حوله پس خانه، یک ساختمانساز آمریکایی در سان فرانسیسکو مشغول کار کردن در حوله پس خانه یکی از مشتریانش بود که از زیر زمین یک تابوت یافت و در درون آن جسد یک دخترک خردکک جایگیر شده بود. جالبش این است که این تابوت آهنی بود و در بالایش 2 تیریزه داشت که درونش را دیده میشد، مثل داستانی سپیاشایا کراساویتسا. تابوت خیلی خوب محکم شده بود و به همین خاطر جسد پورا ویران نشده بود. مشخص کردند که شاید تابوت از قرن 19 باشد و این به آن معناست که این دخترک حدودی 200 سال است که در حوله پس خانه این مرد بوده است. این خبر سال 2015 سر و صدای زیادی را برپا کرد و با آزمایش DNK شخصیت دخترک معلوم شد. با توجه به خبرهای ABC نیوز، نام این دخترک ادیت هاوارد کوک بوده است و 13 اکتبر سال 1876 از دنیا رفته است. آن زمان ادیت 2 ساله بوده است و در قبرستان عائلوی به خاک سپرده شده بود. اما بعد این منطقه سان فرانسیسکو به شهر تبدیل شد و سبب پیدا شدن جسد در حوله آن مرد نیز همین بوده است. دانشمندان گفتند که ادیت در هضم خوراک مشکل داشته است و در اثر یک بیماری سرایتی از دنیا رفته است. بعد تابوت ادیت را در قبرستان گراندند تا آرامانه بخوابد. کشتی گم شده. هیچ کس تصور نمی‌کرد که در منطقه برج‌های تجارت جهانی که در حادثه 11 سپتامبر نابود شدند، کشتی گم شده باشد. این کشتی را کارگران ساختمانی یافتند و تنه این کشتی زیر آن 2 برج جایگیر شده بود. از زمان گذشتن کشتی 200 سال می‌گذشت و کسی نمی‌دانست که در زیر آن زمین چه جایگیر شده است. با گفته باستانشناسان این کشتی به عصر سلطنت فیلادلفیا مربوط است. در ساخت این کشتی از درخت بلوط استفاده کرده بودند و با توجه به حلقه‌های این درخت سین و سالی تخمینی کشتی را پیدا کردند. اما سبب گم شدن کشتی در مرکز نیویورک داستانی جداگانه دارد. سالهای قبل در این منطقه رودخانه موجود بوده است. این کشتی در چقوره 7 متری این زمین دفن شده است. بر اساس تخمین‌ها این کشتی 20 تا 30 سال خدمت کرده است و در این رودخانه سفر می‌کرده است. پس از غرق شدن به زیر این رودخانه رفته است. بعد سالها برای گشوده کردن زمین روی این رودخانه را پوشاندند و در نتیجه سالیان دراز کشتی زیر زمین باقی مانده است. بعد فروریزی برج‌های تجارت جهانی این کشتی از زیر زمین کشف شد.
زن جنگجویی سرمتیایی. باستانشناسان روس یک مقبره پیدا کردند که پر از جسم‌های تاریخی و با ارزش بود. این مقبره از یک زن جنگاور سرمتیایی بوده است که آتش پرست بوده است. در این مقبره 100 دانه سری تیر، کالکسیای کارت‌های گوناگون، یک شمشیر و یک افساری اسب پیدا شده است. یافتن این وسیله‌ها سبب شد که باستانشناسان به خلاصه بیایند که این مقبره یک مبارز شجاع و دلیر بوده است. اینچنین در این مقبره طلا، جواهر و پول‌های زیاد کشف شده است و این بیانگر آن است که این جنگاور یک شخصی بلند مرتبه بوده است. سامارتیا یک سرزمینی باستانی است که خلق آن چادرنشین بودند و در قرن‌های 4 و 5 پیش از میلاد زندگی می‌کردند. زن‌های سامارتیا پهلو با پهلوی مردها می‌جنگیدند و اگر عائله‌دار می‌بودند در نزد شوهرانشان به خاک سپرده می‌شدند. با توجه به خبرها در وقت ساختن یک فرودگاه نو 29 تپه‌ای که قبرستان سامارتی‌ها بوده است کشف شده است. بیشتر قبرها در وضعیت خوب نبودند و الکی دزدی شده بودند، اما این مقبره همچنان سالم باقی مانده بود و دانشمندان را شگفت زده کرد. سر هرمس. کارگران در وقت ساختن راه یک وسیله باستانی مهم را کشف کردند، اما اینجا دیگر مومیایی یا یگان مقبره نیست، بلکه سری بریده شده هرمس است. البته این سر واقعی نه، بلکه سر یک هیکل بوده است، اما به هر حال اهمیت تاریخی زیادی دارد. هرمس نام یک خدای یونانی است که در کتاب یونانی ها از او با نام خدای پیام رسان یاد کردند. این سر در یکی از راههای شهر آتن پیدا شده است، اما باید بدانید که طول چند صد سال گذشته در این منطقه شهر آتن قدیم بود که از آنجا مجسمه و چیزهای گرانبهای تاریخی دیگر نیز یافت میشد. باستانشناسان بر آن باورند که آنجا هنوز چیزهای کشف نشده زیادی دارد، چون که مقدار این چیزها زیاد است و در چقوری خیلی زیاد جایگیر شده‌اند. یکی از جالبترین کشفیات در این شهر یافتن هیکل گرکولس در سال 1885 بوده است. در این مجسمه گرکولس قهرمان یونانی تجسم یافته است که تماما اوریان است و سر کتفش یک شیر آویزان است. بیایید دوباره به سراغ سر هرمس میرویم. این سر بدن نداشته است و باستانشناسان نتوانستند بدنش را پیدا کنند، اما وزارت فرهنگ یونان تا حال کوشش دارد که باقی مانده بدن هرمس را یابد و آن را به شکل اولش بسازد تا مردم از دیدنش لذت برند. سوراخ خرگوش در جزیره اسکاکهال. جزیره کوچک اسکاکهال در نزدیکی ساحلی کشور ولز تا آمدن بیماری کرونا ویروس یکی از منطقه‌های گردشگری برای توریستان بود، مخصوصا برای کسانی که دیدن این پرنده‌های زیبا را از نزدیک دوست می‌دارند. اما به خاطر کرانتین دیگر کسی به آنجا نمی‌رود و نگهبانان این جزیره از بیکاری به هر طرف آن رفته چیزهای جالب را کشف کردند. آنها 2 لانه خرگوش را یافتند که بعداً معلوم شد که عمر آن خیلی زیاد است. آنها در آنجا یک وسیله مربوط به عصر سنگ را یافتند. با بررسی‌های بیشتر باستانشناسان فهمیدند که این وسیله از 9000 سال پیش مانده است و برای شکستن حلزون‌های صدفدار یا پوست سگان دریایی استفاده می‌شده است. روزی بعد در درون همان خانه خرگوش یک کوزه 4000 ساله را کشف کردند. باستانشناسان از این کشفیات حیرت زده شده بودند. با توجه به آنکه طول چند عصر در این جزیره کسی زندگی نمی‌کند، ولی باز هم خیلی حیرت انگیز است. گفته شده است که در قرن 10 تا 11 میلادی وایکینگ ها اینجا زندگی میکردند، ولی با توجه به این کشفیات معلوم شد که کسان دیگر هم آنجا بودند. قوطی پر اسرار. کارگران در شهر چین مشغول کار بودند و می‌خواستند یکی از راه‌های شهر تایچو را تعمیر کنند و ناخواسته به یک کشفیات عجیب دست یافتند. کارگران 2 متر زمین را کنده به یک جسم سخت رسیدند و بعد بررسی‌ها مشخص شد که آن یک مقبره است. آنجا یک حجره کوچک به 700 سال پیش مربوط بوده است پیدا شد که در درونش یک مقبره و در درون مقبره یک قوطی چوبی خردتر جایگیر شده بود. باستانشناسان در درون این قوطی یک جسد مومیایی شده پیدا کردند. این جسد یک زن بود که در درون یک مایع رنگش سرخ جایگیر شده بود. دیدن این چیز برای همه عجیب بود و نمیدانستند که این مایع سرخ خونمانند چی است. جسد مومیایی شده قریب که سالم مانده بود و گذر زمان به آن جسد تاثیر نکرده بود. دانشمندان تخمین کردند که این زن یک عضو مهم اولاد مین در چین بوده است، چون که با جواهرات قیمتی آراسته شده بود و لباسهای قیمت به تن داشت، اما شخصیت او تا حال مشخص نشده است و تصمیم دارند که بعد تحقیقات آن را در موزه گذارند تا دیگران هم او را ببینند. تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای دیدن ویدیوهای نوبتی ما با کانال ابونه شوید. خیر تا برنامه دیگر.